سلام. تو این ویدیو میخوام یه نکته کوچیک ولی مهم درباره فرم ها رو توی HTML بهتون بگم. فرض میکنیم یه فرم داریم به این شکل. این فرممون که توش یه اینپورت از نوع مثلا تکست نیمش هم مساوی نیم و یه دکمه داریم که اسمش send و تایپش هم از نوع سابمیت. حالا یک کد PHP ساده می نویسیم که خروجی در واقع این اینپوت رو به ما نشون بده. به این صورت اکو در واقع الان ما یه فرم داریم که نشون بدم که اینم پاک کنیم. دوباره اگه اینو لود کنیم به این صورت که ما هر چی در واقع اینجا بنویسیم بعد از زدن سن اینجا بهمون نشون میده. حالا یه مشکلی هست وقتی که بخوایم این دکمه خارج از فرم باشه. خیلی جا ممکنه واسهتون پیش بیاد این مشکل داشته باشین. اگه الان دوباره واسهتون لود کنم میبینین که اینجا بنویسین چیزی واسهتون نمایش داده نمیشه. هر چقدر بزنین نمایش داده نمیشه. خب روش های مختلفی هست، مثلا اینکه از جاوا اسکریپت استفاده کنید و در واقع بعد اینکه این دکمه زده شد بیاد فرم سابمیت کنه، ولی خب منطقی نیست. یه روش خیلی ساده وجود داره. بیان اینجا به این فرم یه آیدی بدین، مثلا فرم 1 و اینجا فقط کافیه بنویسیم فرم و آیدی اون فرم بالا رو بهش بدین. فرم 1 به این صورت. حالا اگه ببینین بعد از اینکه من اینجا نوشتم میتونم اینجا خروجیمو ببینم.